سوال دیگه من را هم دیگه هست استاد. خیر. یک حدیث شنیده بودیم از شما بود، پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفته باشند که بعد 100 سال کسی زنده نمیماند. خیر. یک حدیث دیگر هست که دجال در کدام قاره زنده است. دجال هم آدم هست، فرزند آدم هست. بله، دجال فرزند آدم است، یهودی هست. وای پیامبر صلی الله علیه و سلم اون حدیثی که گفتن در صحیح مسلم است، گفتن که اون آدمایی که حالا در روی زمین زنده هست بعد 100 سال، یعنی این فقط به همون زمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل داره. یعنی شاید یک آدم اگر همون روز یکان کودک تولد شده باشد، از همه غایتی همون عمری همون کودک 100 سال است. اما بودن آدمایی که مثلا 40 ساله بودن، 50 ساله بودن، آدمایی که این گپ شنیدن شاید 80 ساله بودن آدمایی که 120 ساله شده وفات کردن. لیکن همین شب گفتن کسی که حاضر زنده هست وفات، یعنی تا بعد 100 سال وفات میکند. این برای عمومی آدم ها رو در بر میگیرد. اما مسئله دجال و عیب نصی مخصوص آمدگی است. مثلا و اوتیت من کل شی، الله تعالی میگوید که اون زنک یعنی ملیکه بلقیس و اوتیت من کل شی، همه چیز داده شده بود. میگوید همه چیز داده شده بود. اینترنت داشت، آیفون داشت، نداشت. یعنی همه چیز داده شد، یعنی اکثری چیزهایی که همون وقت بود داده شده بود. یعنی که همه وفات میکند، یعنی این اکثریت آدم ها، غیری اونایی که شریعت برای باید دلیل آمدگی است که دجال و زنجیر پیچ است و اگرچه زنده بود در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بود و تمیمی داری دیده آمده با پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد و برای وی نصوصی الهیده آمده است و یعنی بیرون است، استثناء هست. هر یک قاعده در لغت عرب و در گراماتیک نحو در علم نحو یک قاعده هست که هر یک قاعده کلی با یک استثناء دارد. مثلا الله تعالی میگه که کل شیء هالک، اما هلاک میشد الا وجهه، غیر الله تعالی گفته خودش بیرون برآورد. تا اینکه یعنی که به لفظ کلو ندارد. لیکن و اوتیت من کل شی، الله تعالی گفت که همه چیز داده شد. گفت همه چیز داده شدگی نبود. تو چیزایی که سلیمان علیه السلام داشتن اون نداشت، لیکن با وجودی می الله تعالی گفت که همه چیز داده شده بود، یعنی اکثری چیزها رو. یعنی این گپی پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر دجال است. دجال برای دجال دلیل الهی آمدگی است، بنابراین به این چیز داخل نمیشه.